من امروز شما در یک سیکرتی موفقیت من فوش میکنم اپا خورا که چه خیلی به پول در فبرلیک پول کار کردن ممکنه. بعضیاتون میگه که میشه که کامنت نسازیم خرید نکنیم پول کار کنیم. البته که نمیشه. حتی نگاه کنین که در قانون شریعت هم خداوند گفته اگر تو 5 وقت نماز خوندی روزه ماه شریف رمضان تا گرفتی ما برای تو بهشت وعده میکنم. در سوهای بیزنس هم تو شما کماند ساختن یاد نگیرین، تو شما چیزا در کاری خونتون خرید نکنین، شما پول کار نمیکنین. لیکن برای این شما چی یordam میرسونه؟ امروز یکم روزی کاتالوگ امروز همه کارگرای فبرلیک پول گرفتن و برای شخصانی که در آن همین کاتالوگ 1,500 روبل و تاجیکی کتی 230 سومان خرید میکنین، شما در از طرف کمپانیا یک تا دوخی نوی بر ای همی کپیا مشکویش هم هست دستی ما جنسکویش شما میبینین بوی ای به هر بوی با مزه خوش داره بوی سویجی داره میگیرین. این دوخی نرخش 1,500 روبل. شما خواهین خودتون استفاده میبرین، نخواهین شما همین دوخی را میفروشین پولش میگیرین در بیزنستون ولاجیت میکنین. اما خیلی راه کتی امروز ما به خود 1 میلیون برآمدگیم. برای همکاری در واتساپ ما مراجعه کنین با نازکی هاش راه بیزنس میآموزم.